سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون حسابی خوب باشه. امروز بریم با هم دیگه تست و آنباکس جدیدترین محصول گراوا استار که یه اسپشیال ادیشن هستش که شامل موس و کیبورد گراوا استاره که خیلی ظاهر سایبرپانکی دارن و خیلی ترند و جدید هستن. اولین محصول موس گراوا استاره که مدلش ایکس پروه و 49 گرمه. اطلاعات پشت جعبه رو اگه من بخوام براتون بخونم، نرخ بازدهیش 8000، IPSش 750 و DPI 32000 داره. کلاً 49 گرمه، خیلی سبکه. دانگل میخوره و بلوتوث هم که قطعا داره. دومین محصول مرکری کیوان، کیبورد مکانیکال گیمینگشه که بدنه فلزی داره، خیلی ظاهر فضایی و الینی داره و سویچاش لینیره و خیلی RGB کاستومایز شده ای بهتون میده. خب دیگه بیشتر از این وقت رو تلف نکنیم که خیلی دلم میخواد داخلش رو ببینم. با هم دیگه بریم آنباکسش رو بگیریم. خب با هم دیگه بریم موس ایکس پرو رو آنباکس کنیم، ببینیم چی داره داخلش. خب اولش که یه باکس داره داخلش. خب اینجا موسش رو داریم ما که چقدر مشکی و وای چقدر سبکه، اصلا هیچی دستم نیست انگار. خب این از موسش بود. اینم دانگلشه اینم و اینم که کابلشه که اگه خواستیم با کابل وصل بشیم میتونین ازش استفاده بکنین. خب من این بروشورش رو باز بکنم ببینیم داخلش چی داریم. خب اول راهنماشو داریم که یه دفترچه هست مثل همه محصولات، حالا واسه مطالعه بیشتر بعدا میخونم. اینم گریپ های زیر موس هستن. خب بریم سراغ دومین محصول گراوا استار که مرکوری کیوان 75% کیبورده که خیلی دوست دارم اینو ببینم. بازش کنیم ببینیم. اوف وای از این کار رو بکنم. خب این جعبه کیبورده، فکر کنم از اینجا باید درش بیارم. وای چقدر خوشگله. خب اینم که گفتم که بدنش فلزه و خیلی هم ظاهر الین طور داره، فضاییه. اینو چجوری باید باز کرد؟ اینو باید در بیاریم. خب این داخل جعبه هستش که فکر کنم اول کیبورد شروع بکنم بهتر باشه. من اینا رو بذارم. اینم از کیبورد. خیلی خفنه. چقدر نرمه دکمه‌اش. این چی؟ خب همونطور که اینجا میبینین اینجا ما یه LCD داریم که کاستومایز میتونید بکنید بر اساس سلیقه خودتون و اینجا هم یه ولوم داریم که واسه صدا و اینا میتونین ازش استفاده بکنین. اینم که خیلی جالب و برای تنظیم ارتفاع بر اساس دست شما دیگه، حالا میتونین اینو هر چیزی دلتون بخواد کاستوم بکنید برای خودتون. خب حالا بریم ببینیم که داخل جعبه چیه. داخل جعبه یه 4 تا سویچ داریم که خود کارخونه واسه تست مشتری گذاشته.
که بتونید تست بکنید. اینجا ما یه کلینزینگ براش داریم که برای لای کیبوردها و کیا استفاده میشه که همه کیبوردهایی که میخواین اکثرا دارن اینو داخلش. بعدا میاد اینجا هم که یه دونه کیکت پولر داریم واسه تعویض سویچ ها و اینجور حرفا و دوباره مثل همیشه یه جعبه دیگه که بریم ببینیم داخلش چیه. خب این کابلشه که اگه خواستیم با کابل وصل بکنیم میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب اینم که دفترچه راهنماشه، مرکوری کیوان پرو، یوزر منوالشه و یه دونه احتمالا دستمال داشته باشه. دستمال نانو براتون گذاشتم برای تمیز کاری.